سلام، من ورقا هستم و توی جنوب آفریقا توی کشور بوتسوانا زندگی میکنم. ولی امروز میخوایم با کشور گابون آشنا شیم. کشوری که شاید اسمشو نشنیده باشید. خیلی هم طبیعیه، دلایلی داره که توی این ویدیو بهش میپردازم. خودم تا چند وقت پیش نمیدونستم کجاست. یه خورده که راجبش تحقیق کردم، کشور جذابی اومد و تصمیم گرفتم با شما هم در میون بذارم. قبل از اینکه ادامه بدیم خواهش میکنم که کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فشار بدین و این ویدیو رو هم لایک کنین. خیلی ممنون. موقعیت جغرافیایی گابون رو اگه بخوام براتون شرح بدم، همونجوری که روی نقشه دارین نگاه میکنین، یه خورده که از ایران بیاین سمت قاره آفریقا، وسطای قاره آفریقا به سمت غرب کشور گابون قرار داره. یک سمتش که کامل اقیانوس اطلسه و 3 تا همسایه هم داره: جمهوری کنگو، گینه استوایی و کامرون. مساحت گابون تقریباً 1/8 کشور ایرانه. یعنی اگر استانهای خراسان رضوی و خراسان جنوبی رو با هم دیگه روی هم قرار بدیم میشه اندازه کشور گابون. این که چرا اسمش شده گابون برمیگرده به یه داستان تاریخی. توی قرن 19 هم که پرتغالیا وارد این منطقه میشن، به دهانه رود کومو که نگاه میکنن که رود خیلی مهم و بزرگیه توی گابون، میبینن که دهانه رود که داره به دریا وارد میشه و میریزه شبیه شنل یا عبا هست و میگن که بیایم اسم این منطقه رو بذاریم گابون، چون که به زبان پرتغالی شنل یا عبا میشه گابوا و اینطوری میشه که اسم این منطقه میشه گابون. یه خورده که فکر کردم دیدم که شاید لفظ گابوا از لفظ قبا گرفته شده باشه، چون که خیلی تلفظش مشابه هم دیگه هستن. قبا هم که میدونین یکی از قدیمی ترین پوشش مردمان ایرانه. احتمالاً از یک ریشه هستن، قبا و گابوا، و برام جالب بود این نکته. البته من خیلی توی زبان شناسی سررشته‌ای ندارم. اگر کسی از شما راجع به این موضوع بیشتر میدونه توی کامنت ها لطفاً برام بنویسه. پرچم گابون 3 تا رنگ داره. پایین آبیه به معنای اقیانوس اطلس، وسط زرد به معنا و مفهوم خورشید و بالا سبز به مفهوم جنگل. گابون یه نشان و نماد هم داره که همونطوری که تو تصویر میبینین یه سپره به همین 3 رنگ. وسط سپر یه کشتی سیاه قرار داره که نماد پیشروی به سوی آینده روشن برای ملت سیاه پوسته. دو طرف سپر و نگهبانان سپر در حقیقت 2 تا ببر سیاه هستند که نماد هوش و ذکاوت رئیس جمهور یا رئیس دولته. پشت سپر درخت اکومه قرار داره که نماد تجارت چوب برای گابونه که یکی از پایه‌های اقتصادی این کشوره و روی این نماد شعار وحدت، کار و عدالت هم حک شده. پایتخت گابون شهر لیبروویل هست که به معنی شهر آزاده. البته خودشون لیبروویل تلفظش میکنن چون که زبانشون فرانسویه. جلوتر بهش میپردازم. یه خورده راجع به تاریخ گابون اگه براتون بگم، تا قبل از قرن 15 هم که پرتغالیا بیان تقریبا ما چیزی از تاریخ این منطقه و مردمانش نمیدونیم. فقط میدونیم که قوم پیگی اینجا بودن که با مهاجرت بانتوها این قوم توی اقوام بانتو حل شدن. باید بگم که بانتوها بزرگترین قوم و طبقه انسانی آفریقا هستند که مهاجرتشون در مرکز و جنوب آفریقا تأثیرات زیادی گذاشته. اینا شامل 700 تا قبیله و 500 تا زبان هستند. اگر بخوام مقایسه کنم، شبیه مهاجرت آریایی ها توی اوراسیا، قاره آسیا و اروپا هست که باعث شد این همه تأثیرات توی زبانهای این دو قاره گذاشته بشه. در قرن 15 هم که پرتغالیا وارد این منطقه میشن، تازه گابون وارد نقشه جغرافیایی میشه. پرتغالیا تا قرن 19 هم اونجا هستن تا اینکه در قرن 19 هم فرانسه میاد و این منطقه رو مستعمره خودش قرار میده تا سال 1960 که اجازه استقلال به گابون داده میشه و گابون استقلال پیدا میکنه. داستان استقلال گابون هم جالبه که اگه بخوام براتون تعریف کنم یه خورده از سیاست گابون هم سر در میارید. اینطوری بود که فرانسه که دید میتونه هنوز استفاده های سیاسی و اقتصادیشو از گابون داشته باشه، اجازه استقلال به این کشور رو داد. اما یه نفر رو به نام آلبرت برنارد بونگو اینو به عنوان رئیس جمهور این کشور
انتخاب کرد. البته بعدها در تمام انتخابات این کشور همین فرد انتخاب میشد و حزب آلبرت بونگو حزب برتر کشور بود. چند سال بعد آلبرت مسلمون میشه و اسمشو به حاج عمر تغییر میده. همونطور که گفتم حاج عمر توی تمام انتخابات کشور انتخاب میشد تا سال 2009 که اجل بهش فرصت نداد. و این شخص نماد نفوذ فرانسه در قاره آفریقاست و هر کس میخواد مثالی از نفوذ فرانسه توی قاره آفریقا بزنه این شخص رو مثال میزنه. خودش هم یه جمله معروفی داره که میگه آفریقا بدون فرانسه مثل ماشین بدون راننده است و فرانسه بدون آفریقا مثل ماشین بدون بنزین. همین الان هم فرانسه 6مین گردان پیاده نظامش رو توی گابون مستقر کرده با بیش از 1000 تا پیاده نظام و سرباز. سال 2009 که حاج عمر میمیره بالاخره انتخابات آزادی برگزار میشه و باورتون نمیشه اگر بهتون بگم پسرش علی بونگو رئیس جمهور میشه و تا همین الان هم رئیس جمهور گابون است. 4 روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور، گروهی از افسران ارشد ارتش گابون در ساعات اولیه روز چهارشنبه، دقایقی پس از اعلام پیروزی علی بونگو برای 3مین بار در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، کودتا کردند و قدرت را به دست گرفتند. من علی بونگو هستم، رئیس جمهور گابون. میخوام به همه دوستانمون در سراسر جهان پیغامی بدم. سکوت نکنین، اعتراض کنین به اونایی که من و خانوادم رو دستگیر کردن. پسرم الان یه جاست، همسرم یه جای دیگه است. خودم هم که الان در اقامتگاه گیر افتادم. خانواده بونگو بیش از نیم قرن است که بر این کشور تولید کننده نفت، منگنز و اورانیوم حکومت می‌کنند. اما شاید تفاوت دوم از برخی جهات مهمتر باشد و آن 2 کشوری است که به ندای علی بونگو پاسخ دادند و از تحولات گابون ابراز نگرانی کردند. فرانسه و روسیه، یا به عبارتی جمع ازداد. فرانسه کودتای نظامی در گابون را محکوم می‌کند. فرانسه از نزدیک در حال رصد تحولات و شرایط حاکم بر وضعیت داخلی گابون است و بر خواستش مبنی بر احترام به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در این کشور تاکید می‌کند. اما وضعیت اقتصادی گابون به داغونی وضعیت سیاسیش نیست. اقتصادش رونق داره، 2مین کشور بعد از لیبی هست از نظر درآمد سرانه و پروژه‌های عمرانی فراوانی توی کشور در حال اجراست. یکی از بزرگترینشون راه آهنیه که از شرق به غرب گابون داره کشیده میشه با 670 کیلومتر و همچنین تمرکزشون روی سازمان‌ها و مراکز بهداشتی و پزشکیه که خیلی خیلی مراکز مجهز و بزرگی دارن که نمونهش توی دنیا کمتر هست. همینطور توی تمام شهرهای گابون فروشگاه‌ها مملو از کالاهای خارجی و وارداتی هستند. از خوراک گرفته تا برندهای پوشاک و بقیه اجناس. اما جالبه که بدونین پول این واردات از پول نفت میاد. چند دهه پیش توی دریا نفت پیدا میشه. و همین الان 80% از صادرات گابون، 45% از تولید ناخالص و 60% از درآمد دولت از پول نفته. یه الگوی خیلی آشنایی دیگه. سیاست داغون، اقتصاد خوب که کلیدش هم همین نفت خونه خراب کنه. گابون رو میتونیم به 3 منطقه جغرافیایی تقسیم کنیم. منطقه ساحلی، منطقه کوهستانی و منطقه جنگلی. گابون 2مین کشور آفریقایی از نظر داشتن جنگله و خیلی هم بعید نیست چون دقیقاً روی خط استوا قرار داره و آب و هوای استوایی داره. یعنی در اکثر فصول سال دمای هوا گرم، مرطوب، بارانی، باران‌ها منظم هستن، اختلاف دما خیلی زیاد نیست و پوشش گیاهی متراکمی داره. توی دنیا 13 تا کشور وجود دارن که دقیقاً روی خط استوا قرار دارن و تقریباً آب و هوای مشابه چیزی که گفتم و همشون دارن. از جاذبه‌های طبیعی گابون میشه آبشار ماکوکو، آبشار لنگو، کوه کریستال و صدها غار زیبا و جذاب و نام برد. تازه توی جنگل‌های گابون میگن کلی غار هست که هنوز کشف نشده و دست انسان هنوز بهشون نرسیده. این جنگل‌های متراکم مأمن و محیط مناسبی هستند برای صدها گونه جانوری که فقط نمونهش توی گابون پیدا میشه، از خزندگان و پرندگان و پستانداران مختلف.
همچنین گابون 80% از کل جمعیت گوریل‌های جهان رو توی خودش جا داده و حیوان ملیشون هم ببر سیاهه. در سال 2003 دولت گابون 10% از کل زمین‌های کشور رو پارک ملی کرد و حفاظت شده که جالبیش اینجاست یکی از این مناطق حفاظت شده کنار دریا و کنار ساحله که اگه شانس رفتن به اونجا رو داشته باشین میتونین فیل و اسب آبی و حیوانات مختلف رو ببینین که وارد دریا میشن، اونجا شنا میکنن، حمام میکنن و روی موجا بازی میکنن. این صحنه رو کمتر جایی توی دنیا میتونین ببینین چون بقیه ساحل‌های دنیا رو ما انسان‌ها غرق کردیم و جایی برای حیونا باقی نذاشتیم. جمعیت گابون حدود 2,300,000 نفره که جمعیت خیلی جوونی هم داره. یعنی حدود 65% جمعیت زیر 25 سال هستن. دین اکثریت مسیحیه و تعداد کاتولیک ها بیشتر از پروتستان ها هست، تقریبا 3 برابر. حدود 3-4% هم مسلمون داره و در مناطق روستایی آداب و آیین‌های محلی هم فراوون پیدا میشه. مثلا توی یکی از آیین‌های محلیشون ریشه یه درختی به نام ایبوگا رو آتیش میزنن که خیلی توهمزایه و تصور میکنن که اجدادشون رو میتونن بعد از آتیش زدن این ریشه ببینن و باهاش صحبت کنن. آداب و فرهنگ گابون خیلی آداب و فرهنگ غنی و جالبی است. حتما ماسک‌های آفریقایی رو دیدین، ماسک‌هایی با صورت‌های دراز و کشیده که حتی منبع الهام پیکاسو برای سری از نقاشی‌هاش هم بوده. بهترین و مرغوب‌ترین این ماسک‌ها دستسازی‌های قوم فانگه که قوم فانگ در گابون زندگی می‌کنن و چند تا کشور اطراف گابون و توی تمام مراسمشون هم از این ماسک‌ها استفاده می‌کنن، چه توی مراسم ملی و مذهبی، چه عزا، چه عروسی. به طور متوسط زن‌ها توی گابون 4 تا بچه دارن. این که میگم زن‌ها 4 تا بچه دارن به خاطر اینه که خود زن‌ها دوست دارن که قبل از ازدواج بچه دار بشن. یه فرهنگ و یه عقیده‌ای هست توی گابون که میگه اگر که بچه قبل از ازدواج به دنیا بیاد مال زنه و اگر بعد از ازدواج به دنیا بیاد مال مرده. و در گابون و بیشتر کشورهای آفریقایی بچه رو یه جور سرمایه میدونن و خیلی زنها تلاش میکنن که قبل از ازدواج بچه دار بشن که بتونن سرمایه رو برای خودشون نگه دارن و موقع پیری بشه عصای دستشون. زبان رسمی کشور در روزنامه و تلویزیون و مدارس و ادارجات فرانسه هست، اما زبان محلی هم دارن که در خونه و با همدیگه با زبان محلی صحبت میکنن. حدود 80% آقایون و 65% زنای بالای 15 سال توی گابون باسوادن که آمار خیلی خوبی نسبت به کشورهای آفریقایی محسوب میشه. برای توریستایی که مقصدشون مرکز آفریقا هست، گابون کشور مناسبیه چون بسیار کشور آرامیه. از سال 1963 توی هیچ جنگی شرکت نکرده، هیچ کودتای داخلی توش اتفاق نیفتاده. گروه‌ها و قومیت‌های مختلف هیچ وقت با هم جنگ نداشتن، با هم زد و خوردی نداشتن. اتفاقاً ازدواج و مراوده بین دین‌های مختلف و فرهنگ‌های مختلف توی گابون خیلی پذیرفته شده است. شاید یکی از علتایی که ما اسم گابون رو نشنیدیم این باشه چون که هیچ وقت توی اخبار نیومده. همچنین علت دیگه‌ش هم اینه که توی ورزش هم حرفی برای گفتن نداره. تیم فوتبالش هیچ وقت به جام جهانی نرفته. توی جام ملت‌های آفریقا هم پیروزی چندانی کسب نکرده. همچنین تو المپیک فقط در سال 2012 لندن یه مدال برنز تکواندو داره. اما من تحقیق کردم ببینم چطوری میتونم بین کشور ایران و گابون ارتباط و رابطه‌ای برقرار کنم که به نتایج جالبی رسیدم. 2 سال قبل از انقلاب ایران حاج عمر بونگو میاد ایران و با شاه دیدار میکنه. اتفاقاً قرارداد خیلی بزرگی هم با شاه میبنده. ایران تقاضای خرید 141 تن اورانیوم از گابون میکنه و در ازاش بهشون پیشنهاد کمک‌های مالی و نظامی میده. بعد از این قرارداد سفارت‌ها توی تهران و لیبروویل راه میفته که تا بعد از انقلاب تا سال 1364 هم سفارت گابون توی تهران وجود داشته و به خاطر موشکباران‌های تهران سفارت موقتاً بسته میشه ولی دیگه هیچ وقت باز نمیشه. همچنین تو سال 1375 جاسبی رئیس دانشگاه آزاد ایران به گابون سفر میکنه و به جوانای گابونی پیشنهاد بورس تحصیلی در ایران رو میده
و اونجا چند تا کلاس درس و یه مسجد هم میسازه. احتمالاً ایران کمک‌های مالی زیادی هم به گابون میکنه، چون گابون در رأی‌گیری‌های سازمان ملل بر علیه حقوق بشر ایران همیشه رأی ممتنع میده و بعد از انقلاب هم چندین محموله بزرگ چوبی وارد ایران میشه که اگر از نجارهای قدیمی توی ایران بپرسین تخت سلایی گابونی رو حتما میشناسن. خب یه خوردم راجع به غذا و خوراک‌های گابون براتون بگم و این قسمت رو ببندیم. قبل از اون اگر از این محتوا خوشتون اومده اونو با دوستانتون هم در اشتراک بذارین و دوباره سابسکرایب و زنگوله و لایک یادتون نره. غذای ملی گابون مرغه که توی همه بشقاب‌های غذاییشون پیدا میشه، چه به صورت سرخ کرده، چه آبپز، چه کنار سبزیجات. البته به خاطر فرهنگ فرانسوی رستوران‌های لوکس فرانسوی هم توی شهرهای گابون هست. همچنین رستوران‌های سنگالی، کنگویی و کامرونی. و همچنین به خاطر داشتن موقعیت جغرافیایی، غذاهای دریایی بخش مهمی از سبد غذایی گابون رو تشکیل میدن. نوشیدنی ملیشون هم یه آبجو به نام رگاب هست که کسایی که امتحانش کردن گفتن کیفیتش خوبه و بین آبجوهای آفریقایی یکی از با کیفیت ترین ها هست. یه چیز ناراحت کننده ای هم که توی این کشور هست اینه که توی شهرهای گابون میتونین راحت گوشت‌های غیرقانونی به دست بیارین. گوشت مار، گوشت کروکودیل، تمساح، حتی گوشت گوریل یا خارپشت. خب خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. لطفاً اگر تا قبل از این ویدیو اسم گابون رو شنیده بودین توی کامنت ها برام بنویسین از کجا. خیلی برام جالبه که بدونم که چجوری با این کشور قبل از این ویدیو آشنایی داشتی. به زودی میبینمتون. ارادت.